امروز قراره راجع به یک فیلسوف یونانی صحبت کنیم و نیم نگاهی داشته باشیم به زندگی او. این شخص فیلسوف کسی نیست جز افلاطون. افلاطون، فیلسوف یونانی برجسته، حدود سال 427 پیش از میلاد در شهر آتن به دنیا آمد. او در یک خانواده اشرافی و ثروتمند به نام ارسطوس بزرگ شد. نام واقعی او آریستوکلوس بود، اما به دلیل ظاهری ضخیم و عریض از طرف معلمش سقراط به عنوان افلاطون شناخته شد که به معنای پهلوانه. در جوانی افلاطون به عنوان یک شاگرد در مکتب سقراط در آتن فعالیت می‌کرد. سقراط از معلمان و فیلسوفان بزرگ یونانی بود و تأثیر عمیقی بر افلاطون داشت. سقراط به اون کمک کرد تا روش تفکر فلسفی خود را تحکیم کند و به جستجوی حقیقت و عدالت بپردازد. پس از اعدام سقراط، افلاطون به سفرهای آموزشی به خارج از یونان رفت. او به مصر سفر کرد و در آنجا با فلسفه و علوم مصری آشنا شد. سپس به ایتالیا سفر کرد و در آنجا با فلسفه پیتاگوریسم یا همان مکتب فیثاغوری آشنا شد. پس از این سفرها افلاطون در سال 387 پیش از میلاد به آتن بازگشت و در آنجا آکادمیا پلاتون را تأسیس کرد. این آکادمی به مرکز آموزش و تحقیقات فلسفی تبدیل شد و افلاطون در آنجا بر آموزش روش‌های تفکر فلسفی خود تأکید داشت و به گفته تاریخ‌دانان این آکادمی را میتوان به عنوان اولین دانشگاه اروپایی نامید. آثار افلاطون شامل نوشته‌های فلسفی و دیالوگ‌هایی است که بر اساس بحث و گفتگوهایی با شخصیت‌های تاریخی و افسانه‌ای مانند سقراط، آریستوتل، پیتاگوراس و سوکراتس نوشته شده‌اند. بعضی از آثار مشهور و مؤثر او شامل دوره‌ها، دولت‌ها، جمهوری و فیدون است. افلاطون از دیدگاه فلسفی بر این باور بود که واقعیت و حقیقت در جهان ایده‌ها و مفاهیم ابدی قرار دارد و جهان مادی که ما آن را در اطرافمان می‌بینیم نمایانگری از ایده هاست. او به دنبال یافتن عدالت اجتماعی و فلسفه سیاسی بود و ایده های خود را در مورد ساختار اجتماعی و دولتی ایدئال به نام جمهوری بیان کرد. علاوه بر فلسفه، افلاطون در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز مهارت داشت. این شامل مواردی نظیر نویسندگی، شاعری، سیاست و ریاضیات می‌شود. افلاطون در سن 81 سالگی در سال 347 پیش از میلاد درگذشت، اما تأثیر و ارثی که او بر فلسفه و فکر غرب به جا گذاشت هنوز هم تا به امروز ادامه دارد.